سوال خیلی قشنگیه. شکست، معنای آن. من به صورت مثالی این رو بیان میکنم. یه روز داشتم گرمی آوارد 2024 رو میدیدم و تیلور سویفت که خانم جوانی هستش، وقتی که سخنرانی میکرد میگفتش که من هم در زندگی بسیار ایده های احمقانه، این لغتی بود که خودش به کار برد، در زندگی داشتم و سعی میکردم به همه اونها جامعه عمل بپوشونم تا اینکه در این ایده به موفقیت رسیدم. میگه باید به خودت اجازه بدی شروع کنی و حتی اگر شکست بخوری. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که شکست نخوریم، ولی گاهی شکست میخوریم یا گاهی شاید حتی شکست نخوریم و تجربه کنیم و مسیر زندگی رو عوض کنیم. من این شکست ها رو، البته که شکست قطعا نبوده، من این تجربه ها رو در زندگی داشتم، به خصوص وقتی که کافی شاپ راه اندازی کردم. بعدها که جمع کردم همه میخواستن به من تحمیل کنن شکست خوردن رو، در صورتی که واقعا اینطور نبود و اصلا به کسی هم شاید ربطی نداشت مسائلی که پیش اومده بود و نمیتونستم در موردش با دیگران صحبت کنم که اصلا آگاهی نداشتم. به نظر من خیلی خوبه وقتی که تصمیمی رو گرفتید، مطالعه کردید، با مشاوران ذی‌صلاح در اون رشته صحبت کردید و به نتیجه رسیدید، حرکت کنید. حتی اگر به شکست منتهی بشه. خیلی بارها شکست اصلا قسمتی از زندگی ماست که وجود داره. بارها و بارها ما شکست میخوریم و نباید از اون بترسیم. چیزی که من در مشاوره ها در این سر دنیا باهاش آشنا شدم اینه که شمایی که 2 بار شکست خوردین در زندگی، 2 مرحله جلوتر از افرادی هستید که هیچ حرکتی نکردن و هیچ ایده‌ای رو اجرا نکردن و فقط در آرزوها زندگی میکنن. حرکت کنید و از شکست نترسید.